بسم الله الرحمن الرحیم. تاکید مجدد فرمانده کل انتظامی به کلیه یگانهای مرتبط با طرد اتباع مبنی بر رعایت حق و حقوق و حفظ کرامات انسانی در فرایند خروج از کشور. خب تعدادی از اتباع از جمله تبعه کشور افغانستان سالیان سال در کشورمون بودن و قریب به اتفاق اونها در کنار شهروندان ایرانی زندگی کردند و خدمات صادقانه ارائه دادند و البته مورد تکریم ملت ایران هم بودند. لکن آنانی که بدون مجوز در ایران هستند میبایست در کمال احترام کشور رو ترک کنند. شاید در زمان و فرصتی دیگر بتوانند از طریق قانونی و البته با رعایت الزامات و اخذ مجوز به ایران برگردند. تعدادی از عزیزان کشور افغانستان هم هستند که مطالباتی از جمله موارد مالی از افراد حقیقی یا حقوقی دارند که لازم هست قبل از خروج به حق و حقوق خودشون برسند. در این رابطه پلیس به عنوان وکیل و پیگیر مطالبات مالی و اموال اونها خواهد بود. البته دفاتر کفالت وزارت کشور که برگه خروج صادر میکنه توجه به زمانبندی مناسب برای اخذ مطالبات طرد شدگان را حتما داره، لکن چنانچه افرادی که میبایست کشور رو ترک کنند و نتوانستند در زمان مقرر حق و حقوق خودشون رو دریافت کنند میتوانند با ارائه مدارک و اسناد مثبته به ادارات پلیس و مهاجرت در سراسر کشور مراجعه کنند، گزارش و شکایت خودشون رو اعلام کنند. البته به زودی سامانه‌ای هم برای ثبت شکایات مالی و گزارشات برای اتباع خارجی ایجاد میشه تا انشاءالله تسریع و تسهیل در امورات اونها بشه. اما عزیزان و مهاجرین قانونی که دارای گذرنامه یا کارت آمایش یا برگه سرشماری معتبر هستند کماکان میتوانند در کشور حضور داشته باشند و کسی حق طرد اونها رو نداره مگر در موارد خاص و با دستور قضایی. همکاران من نیز ملزم گردیدن در مراکز طرد و پایانه های مرزی تسهیلاتی از جمله برپایی ایستگاه‌های صلواتی و خدماتی برای این عزیزان فراهم نمایند تا به سلامت انشاءالله کشور رو ترک کنند. از همه شهروندان عزیز کشورمون هم درخواست دارم که نسبت به رعایت کرامت انسانی و مهمان نوازی از اتباع مجاز اقدام کنند و با اونهایی که به هر دلیل میبایست از کشور خارج شوند هم با ملایمت و مدارا رفتار کنند و خدایی نکرده در این روزهای آخر موجب ترک حرمت و یا خاطره بدی در حین خروج از کشور برای اونها نشیم.